خب معلومه چرا باید در انتخابات شرکت کرد. اگه نخوای شرکت بکنی حق نداری اعتراض بکنی. به کی میخوای اعتراض بکنی؟ اگه کسی میگه که من در انتخابات شرکت نمی کنم، چرا حلی ارائه میده؟ نشستن تو خونه عافیت طلبی. شرکت در انتخابات یعنی حرکت برای تغییر وضع موجود. قهر با انتخابات نکنید. ما این که باید رئیس جمهور انتخاب کنیم. این انتخابات از این جهت برای ما حیاتیه که مسئله بقا و دوام و به اصطلاح تعالی ملت ایران مطرحه. بیشترین هزینه‌ای که دولت احمدی نژاد بر ملت ما تحمیل کرده توهین و تحقیر ملت ایرانه. کرامت انسانی ملت ما به شدت دچار آسیب شده. مردم به دنبال موکب رئیس جمهور می‌دوند و عریضه بهش ایشون برسونن. این راه مطالبه خواستای ملت شده است. ظرف چند سال اخیر جامعه ما به سمت یک بنبست و یک بی‌تحرکی پیش رفته است. نارضایتی به حد اکثر خود رسیده و راه چاره یک تغییر و دگرگونی اساسی است. انحطاط حد یقف نداره. از دل انحطاط پیشرفت در نمیاد. پیشرفته که به طور تصاعدی پیشرفت ایجاد میکنه. اگر با این فرض که اوضاع به انحطاط حد اکثری برسه که از دل اون تحولی اتفاق بیفته، حرف بنده این است که انحطاط نهایی انحطاط بزرگتری در پیش داره که چنان که گفتم دیگه راه بازگشت رو حداقل تا سالهای در پیش روی ما خواهد بست. اگر این دولت عمرش برای 4 سال دیگر ادامه پیدا کند، از موجودیت ایران چیزی باقی نخواهد ماند. وقتی که عده‌ای میخواهند برای تغییر وضع موجود در انتخابات شرکت بکنن، شما که شرکت نمی کنید در فرایند تغییر اختلال ایجاد میکنید. شرکت نکردن شما موجب میشه گروه هایی که آرای کافی ندارن از غیبت شما استفاده کنن، کنترل و مهار یک جمعیت اکثریت رو در یک ملت 70 میلیونی به دست بگیرن. بعد از اون شما باز هم حق اعتراض نخواهی داشت. باید شرکت کرد. تحریم راه حل نیست، منفعل بودن راه حل نیست. تجربه چند انتخابات اخیر به وضوح نشون میده که رأی ندادن و شرکت نکردن در انتخابات در واقع رأی دادن به دولتی است که مورد توجه مردم نیست، مثل دولت آقای احمدی نژاد. پشت کردن به صندوق‌های رأی یعنی پشت کردن به خواسته های خودمون، یعنی بی‌اعتنایی به خودمون، بی‌حرمتی به خودمون. من نمیگم که برای ایجاد تغییر در انتخابات شرکت کنید، بلکه میگم برای اینکه امکان تغییر در آینده در ایران به طور کلی مسدود نشه و نمیره در انتخابات شرکت کنید. تقاضا میکنم از مردم که اگر به سرنوشت خودتون و ملتتون و میهنتون علاقه‌مند هستید در این انتخابات شرکت کنید و از ترس اینکه آراء شما صیانت نشود خودداری از شرکت در انتخابات نکنید. هرچه شما بیشتر شرکت کنید اون اسلحه دست بردن در انتخابات کمتر میشه. هم خودتون در انتخابات شرکت بکنید، هم هر کدوم از شما تبدیل به یک ستاد انتخاباتی بشید. عده‌ای به وزارت کشور رفتن تا مجوز جشن پیروزی اصلاح طلبها رو در روز 23 خرداد بگیرن. از خودم و شما دعوت میکنم در این جشن در روز 23 خرداد شرکت کنید. بیایید دست به دست هم دهید و در 22 خرداد پای صندوق‌های رأی بیاییم تا به حول قوه الهی بعد از 22 خرداد جشن پیروزی بدون احمدی نژاد را برای سرفرازی ایران همه با هم بگیریم. من جان خود را در بیان حقیقت و اعتقادم به مخاطره افکندم و دیگران حتی از دادن یک رأی ابا دارند. محمد مصدق.